علی مراد خان با 15,000 نیروی تحت امر خود حمله به جناح راست محمود را آغاز کرد. جنگجویان امرالله خان خلجایی با تظاهر به عقب نشینی سوار نظام لر را به تعقیب خود اغوا کردند، غافل از آن که سردار افغان طلعی مرگبار برای نیروهای صفوی تدارک دیده بود. 100 توپ کوچک زنبورکی که محمود از قندهار تا نزدیکی اصفهان بار شتر کرده و با رو انداز مخفی کرده بود اکنون به کار آمد. خلجایی های گریزان ناگهان به 2 بخش چپ و راست تقسیم شده و زنبورک‌ها به سرعت لرها را به آتش بستند و آنها را تکه تکه کردند. پس از آن سوار نظام خلجایی به باقی مانده لرها حمله و آنها را از میدان نبرد بیرون راندند. محمود پس از این موفقیت برای نابودی توپخانه ایران راهی شد. خلجایی ها چنان سریع به توپخانه ایران حمله کردند که فقط 3 اراده از آنها فرصت شلیک پیدا کردند. بیشتر توپچی ها از جمله فیلیپ کلمبه کشته شدند. اوضاع زمانی بحرانی شد که پیاده نظام محمد قلی خان برای حفظ رفقای توپچی خود مقابل حملات سوار نظام افغان هیچ اقدامی نکرد. در این هنگام محمود برای حمایت از نصرالله که رستم خان تلفاتی به صفوف او وارد کرده بود حرکت کرد. رستم خان و گرجی های گارد سلطنتی با رشادت جنگیدند اما خیلی زود محاصره شدند و در اقلیت قرار گرفتند. محمد قلی خان باز هم کاری نکرد، گویی او و سربازانش هرگز آنجا نبودند. رستم خان هنگام فرار از اسب به زمین افتاد و کشته شد. در این هنگام شدت و سرعت تلفات موجب اضطراب و هرج و مرج میان صفویان باقی مانده شده بود. صفویان که 6 تا 12,000 تلفات داده بودند به سرعت پراکنده شدند. عرب ایرانی که می‌دیدند همه چیز از دست رفته غنایم خود را رها کرده و از میدان نبرد گریختند. راه محمود به سمت اصفهان باز شده بود. خبرهای فاجعه گلوناباد به سرعت در اصفهان پخش شد اما افغانها برای حمله به پایتخت صفوی عجله نداشتند. سربازان محمود پیش از آن که در آرامش راهی اصفهان شوند اول 500 تا 600 کشته خود را به خاک سپردند. 3 روز بعد محمود به اصفهان رسید و شهر را محاصره کرد. او می‌دانست که تنها راه فتح شهر گرسنگی دادن به ساکنان برای تسلیم شدن است. شاه و فرماندهان نظامی دریافتند بقای کشور در خطر است. سربازان به سرعت برای محافظت از برج‌ها، دروازه‌ها، ورودی‌ها و پل‌ها در امتداد زاینده رود مستقر شدند. به منظور تعیین استراتژی دفاعی و مقابله با محمود نشستی اضطراری برگزار شد. بار دیگر ناهماهنگی در رهبری موجب آشفتگی در تصمیم گیری نظامیان صفوی شد.